درود به مردم شریف ایران. آخه چیکار کرده بودن اون بچه ها؟ تو بگو فقط از مملکتشون دفاع کرده بودن. من تو این دستا تن بیجون پروین گرفتم. مادر من گشنمه، حدیث من گشنه رفت. از این دستا حالم به هم میخوره، از خودم حالم به هم میخوره، از تو حالم به هم میخوره. خوشحال باشم که رفتم تظاهرات. منم به ترکتی هستم. نوید افکاری هستم. آخرین تیرمونم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمونم رد کردن. قرار من با حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. روی صحبت من فقط با ایران نیست. مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره‌ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیک‌تر شدن من به چوبه اعدام. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره. ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغه.